بله، عرض کنم که چون قرار است که من یک شوخی کوچولو بکنم، این رو دارم میگم که آقای مهرجویی وقتی که آمدند 1344 پشت صحنه تئاتر سنگ لج ما کار میکردیم، اومدن با مرحوم دکتر سایدی اومد ما رو دید. خب یه پسر خیلی مامانتر حالا بود، خیلی خوشگل خوب و از امریکا اومده بود و یه فیلم ساخته بود ولی ما خبر نداشتیم و بعد خیلی به حال راجع به ماها تحقیق کرد و اینها و بعد ما فیلم گاب و چیز کرده بودیم، قبلا تئاترش بازی کردیم تلویزیون زنده. بعد فردا داریوش و دکتر سایدی اومدن خونه ما نشستن عکس بکس‌ها دیدن، بالاخره قرار شد که این فیلم بسازم. من توصیه میکنم به همه خانم ها و آقایونی که علاقه‌مند به کار هنری هستن و دارن کار میکنن، چه اونایی که سنشون بالا چه اونایی که پایینه، یه کاری کنن همیشه بتونن یه بار با داریوش کار کنن. البته همه کارگردانای ما هر کدوم برای خودشون یه خصوصیات خاص خودشون دارن و من که طلبه این کارم با همشون کار کردم تقریبا و از همشون یاد گرفتم. از داریوش خیلی چیز آدم میتونه یاد بگیره و شاید من همه اگر بشه گفتش که فعالیتی کردم مثلا موندگار شده یا نشده، واقعا مجبور داریوش هستم، برای اینکه واقعا خوب ما رو پرورش داد، رهبری کرد، همه ما رو، یعنی همه کسانی که تو فیلم گاب شروع کردن و بعدا با هم همکاری داشتیم تا مدت‌ها. و من علاوه بر این خیلی با داریوش نزدیک بودم، یعنی ما رفت آمد داشتیم، بعد خونه‌شو میرفتم میومدم. یه حالا برام بعدش دادم شوخی‌ها رو بکنم گواریانم. من توی 3 تا فیلم شریک بودم. اول فیلم گاب بود که اصلا ما نمی‌دونیم قضیه چی هست. ما شروع کردیم به کار کردن و گفتم ما رو دولت و کار کردیم 4 ماه، بالاخره فیلم رفت خارج از ایران و فلان شد و اومد و تهران شد تا 13 اکران من یادداشت کرده بودم که به نمایش در اومد و در تمام دنیا به نمایش گذاشته شد و به قول من شیر این گاو رو همون موقع قبل از انقلاب من گفتم همه خوردن جو خود ما، یعنی کوچکترین پولی بهش که داده نشد واقعا. گفتم ما رو دولت. این اولین فیلم به حساب شریک بود. دومین فیلم ما هالو بود. هالو رو وقتی شروع کردیم سال 51 یا 50 بعد ما رو شریک کردن، ما رو نصیریان شریک شدیم و گفتن که 50,000 تومان برای ما، 50 تومان برای من، 50 تومان برای نصیریان، شریک فیلمی که اگر فیلم خوب فروش کرد بعدا خب پول ما اضافه شه. بالاخره این هالو اینقدر فروش کرد که من رئیس فرهنگ هنر رشت به من زنگ زد، گفت اگه بهت بگن این 10 میلیارد فروخته 10 برابر کن. گفت قیامته. بعد اینکه فیلم تموم شد و بالاخره آواز آسیاب خوابید و ما رفتیم با آقای دکتر طبیبیان استودیو کاسپیان، گفتیم آقا چی شد؟ ما رو ضرر کردیم. گفتم چطور ضرر کردیم؟ گفت ضرر کردیم، خیلی ضرر کردیم، ما چیکار کنیم؟ نه شما شامل میشه دیگه. به حال با از التماس قرار شد که سهم ما رو بخره. این آقا سهم من نصیریان خرید 35,000 تومان. ما فکر کنیم همه آقا میده، هر دفعه میریم 500 تومان میده، 600 تومان میده. به هر حال 2 سالی طول کشید تا ما تونستیم اون 35,000 تومان رو از آقای طبیبیان بگیریم. و اما سومین کار یک کاری ما داشتیم با داریوش در عنبرآباد بندر عباس. بسیار جای گرم و وحشتناکی بود، به طور که ظهر دیگه احتیاجی نداشت امشی بزنن، برای اینکه تمام این مگس‌ها می‌رفتن جارو می‌کردن می‌رفتن تو. این رو با زحمت ما تمام کردیم، اومدیم تهران و بعدم وقتی که می‌خواست اکران شه گفتن که نمیدونم چند تا حلقه‌های فیلمش نگاتیوها هم چطور شده و نشده و خوب شده و بد شده و فلان شده و البته ما شریک هستیم که هیچ کاغذی چیزی یادداشت نکردیم، هم که شریکیم ما بی خودیم. بعد به هر حال گفتن که فیلم کار نکرده زیاد، ما هیچی نگفتیم. من بعدها شنیدم که این فیلم رو فروختن به یه آقایی که در خارج پخشش کنه. من یه بود کنجکاو شدم، بعد تحقیق کردم دیدم بله آقای ایگرگ این فیلم رو خریده، قرار در خارج از کشور پخش کنه. من گفتم بعدم خونه داریوش موقع خیلی با احتیاط و فلان که بهش بر نخوره، گفتم داریوش تو خبر داری این فیلم‌ها رو مثل این که فروختنش با این خارج از تهران پخشه؟ گفتم که نه ببین این ما شریکیم دیگه. گفت خب باید شریکی مگه؟ گفتم که گفتم داریوش خب بالاخره با ما شریک مگه فروختن و گفت به پایین یارو که این خریده خیلی آدم بدیه ها.
گفتم چطور؟ گفت یا فوش میده، جداول میگه، خارمادر میگه، میزنه آدمو. گفتم برای چی میزنه؟ گفت اگه دیدی زیاد جلو نرو، خلاصه حواست جمع کنه. ما یه مدتی گذشت فکر کنم یعنی چطور میگه آدم بزنه؟ تصادفاً گذشت، مثلا یه سال گذشت من آقای ایگرگو تصادفاً اینجا دیدم. خیلی دلم می‌خواست برام ببینم قضیه چیه. کنجکاو رفتم دور گفتم سلام علیکم. گفت سلام آقای انتظامی، حال شما چطوره؟ حال من گفتم دو فوش به من بده، پشت منو بزنه. گفتم تشکر می‌کنم، شما چطورین؟ گفت خوبم. گفت کاراتو می‌بینم، باریکلا، زحمت می‌کشی، خیلی خوب اینا. اون فیلم شما رو من خریدم، برای خارج از کشور بردم. البته اونطوری که من می‌خواستم جواب به من بده نداد. البته خب بعدم نبود، تقریبا ما رو تامین کرد اینا. خب پولش هم ما اینجا پولی که دارم رسید دارم و بدون که من بگم و اینجا امضا شده است اینا. گفتم خب خیلی ممنون، متشکرم. حالا اومدم بیرون میخوام اینو یه روزی چجوری بگم به داریوش این همچکاری کرده. بعد بالاخره یه روز که خیلی سر حال بودیم هر دومون قشنگ و پاک و پاکیزه، گفتم که داریوش گفتم که به من میگه چالی و چشاره. گفتم که این یارو رو من دیدم اوکی. گفتم همین که خریده بود. گفت خواه. گفتم پشت نداد، اذیت نگه، بد بیرا نگفت، خیلی تمیز حرف زد. گفت اینطوری. بعدم گفت من اینو پولشو دادم، اینقدر دادم، بعد رسیدم دارم. گفت یه فکر کرد، گفت یعنی تو حرف اون رو قبول میکنی، حرف رفیق قبول نمیکنی؟ گفتم چرا قبول میکنم؟ اینم سومین شرکت ما براتون. با عرض معذرت از آقای مهرجویی که استاد من هستن، بهشون قبلا گفتم که من شوخی میکنم ناراحت نشی و هیچ وقت نمیشه، میدونم، برای اینکه ما این شوخی‌ها زیاد با هم داشتیم و داریم. ان شاءالله که برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. هنر ارزنده‌ای دارین، من خیلی دلم میخواد شما ارزش این کارو بدونین، خودتون زیاد خرج نکنین، آبروتون رو نگه دارین. بسیار کار مهم و ارزنده ایست. به زمان و مکان نگاه نکنین. شما فکر کنید هنر چی کار میکنه، مثل رودخانه است، حرکت کرده میره جلو. خیلی ممنون از فرمایشات آقای انتظامی. چنانچه دیدین خیلی ایشون لطف دارن نسبت بنده و اینطور که تا حالا من نشنیدم این صحبت‌ها رو، در اولین بار بود که میشنیدم. به هر حال خیلی خوشحالم که ایشون تونستن عقده‌هاشون رو بریزن بیرون. ولی اون چیزی که مهمه، من از اون موقع یادم میاد، از اون اول این آقای انتظامی و همچنین گروه علیرغم اینکه خیلی هنرمندای بزرگ به هر حال سرشناس و اهل ادب و هنر و اینا بودن، ولی در این حال به مسائل مالی هم خیلی زیاد توجه داشتن و علیرغم این توجه شدید که همیشه با اون لحن کاسبکارانه خودشون میگن پس ما چی شد؟ میگن همون یه مفتی بازی کنیم، من کارم آقا بالاخره ما یه جو در آقا الان گوش شده کیلوی 200 تومن. خب باور میکنی 200 تومن باید ببینید برنج میخوام کجا بیارم ما بکنیم. داریوش هم افتاد به بازی. داریوش کارا خوب بلد بازی کنه. برای خیلی تبریک میگم آقای مهرجویی. واقعا نقش آقای مهرجویی در سینمای ایران اگر نگیم که یگانه است در واقع توی طول این مدتی که از کار ایشون گذشته، از همون فیلم اول مطرحشون یعنی فیلم گاب آقای هالو، همینجور بیای جلو، کمتر فیلمسازی در ایران کارنامه‌ای با کارنامه آقای داریوش مهرجویی داره که تعداد فیلم‌های متوسط و بعدش انقدر کمه که میشه نشمردش. مبارک باشه. به هر حال تنها یه نکته که اضافه کنم، ایشون اتفاقا این 3 فیلمی که صحبت کردن خود من تهیه کننده نبودم، یعنی خود منم مثل ایشون گرفتار این مسائل بودیم. حالا امیدوارم که به هر حال در آینده درست بشه. با ایشون تهیه کننده نبوده اصلا. Thank you.